با درس 24 آموزش ترکی استانبولی بدون نیاز به گرامر و به ساده ترین شکل ممکن در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید. در این درس میخوایم مانده عبارات راه آهن و عبارات صرافی رو یاد بگیریم. کانال یوتیوب ما کانال ساده تر یاد بگیر هست. پلیلیستی که این ویدیوها داخلشه ترکی رو ساده تر یاد بگیر هستند. در طول درس عبارات رو با صدای بلند تکرار کنید، ترجیحاً قبل از اینکه ما پاسخ رو بگیم، و استمرار هم داشته باشید. به طور مرتب هر روز یاد بگیرید. بعد از چند روز آموزش رو ول نکنید. محتوای این درس بر اساس نظرات شما بروز میشه. ممنون میشیم نظراتتون رو هم مثبت یا منفی بدونیم. شروع کنیم. به ترکی بگید ساحل، ساحل، ساحیل، ساحیل، مقصد، مقصد، وارش نکتاسه، وارش نکتاسه. به ترکی بگید صرافی، دویز بوروسو، دویز بوروسو. یک چیز، یک چیز. بیرشی، بیرشی. بپرسید چقدر تا مقصد مونده؟ چه تو قطار، چه تو تاکسی، چه تو اتوبوس. چطوری میپرسید چقدر تا مقصد مونده؟ وارش نکتاسه نکادار اوزاکتا، وارش نکتاسه نکادار اوزاکتا. بپرسید صندوق امانات کجاست؟ امانت کاساسه نرده، امانت کاساسه نرده. صندوق امانات کجاست؟ امانت کاساسه نرده. بپرسید شخصی که مسئول صندوق امانات هست کجاست؟ مدیرش نه، مسئول اون تکه، کسی که باید از شما تحویل بگیره، تحویل بده. امانت کاساسندان سورو ملو کیشی نرده. امانت کاساسندان سورو ملو کیشی نرده. بگید یه چیزی کمه، یه چیزی گم شده، یکی از وسایل نیست. بیرشیلر اکسیک، بیرشیلر اکسیک. بیرشیلر اکسیک.
بپرسید نزدیکترین صرافی کجاست. حالا اگه داخل خود راه آهنم داشته باشن نشونتون میدن. نزدیکترین صرافی کجاست؟ En yakın döviz bürosu nerede? En yakın döviz bürosu nerede؟ نزدیکترین صرافی برای تبدیل پول هست. مثلا دلار یا یورویی که همراه دارید رو تبدیل به لیر ترکیه کنید. قبلا گفتیم واحد پول ترکیه لیر هست. خب الان رسیدید به صرافی. بپرسید هر 100 دلار چند لیر می شود؟ 100 دلاری یعنی اگه 100 دلاری بدید چند لیر بهتون میدن؟ هر 100 دلار چند لیر می شود؟ هر 100 دلار kaç lira eder؟ توجه کنید رنگ ادر می شود و ادر ترکی رو عوض کردیم. یعنی کلمه می شود ترکیش به صورت ادر نوشته میشه. هر 100 دلار چند لیر می شود؟ هر 100 دلار kaç lira eder؟ خب حالا بپرسید هر 10 یورو چقدر می شود؟ چقدر ارزش دارد؟ هر 10 avro ne kadar eder؟ هر 10 avro ne kadar eder؟ چقدر می شود؟ ne kadar eder؟ حالا بگید 200 یورو لیر می خواهم. 200 یورو لیرا istiyorum. یورو به دو شکل گفته میشه. به شکل یورو هم بگید درسته. 200 یورو لیرا istiyorum. 200 یورو لیر میخواهم. 200 یورو لیرا istiyorum. خب رسیدیم به بخش جایزه. بیشتر یاد بگیریم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. بگید چهارشنبه. 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 بگید بهار. ilkbahar. 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 بگید اردیبهشت. ماه میلادی معادلش می میشه. اردیبهشت. دقت کنید از 10 اردیبهشت حدودا میشه، ولی باز ما میگیم اردیبهشت ماه دوم بهار، وسط بهار. چه ماه میلادی میشه؟ میشه ماه می. چه ماهی به ترکی میشه این ماه می یا اردیبهشت؟ مایس. 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 اردیبهشت می ماه. ماه می. مایس. بسیار عالی. کلماتو به خوبی یاد بگیرید. درس رو با فاصله دوره کنید تا به کلیه کلمات مسلط بشین.
قبل از اینکه به همه کلمات مسلط بشید به درس بعدی نرین. برای حمایت از ما اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً رو لایک کنید، برامون نظرات خودتون رو هم بنویسید. اگه دوستی دارید فکر میکنید ویدیو براش مفیده لطفاً لینک ویدیو رو باهاش به اشتراک بذارید و همچنین کانال یوتیوب ما، کانال ساده تر یاد بگیر رو سابسکرایب کنید و زنگوله هشدار رو هم لطفاً بزنید که هر وقت ویدیو جدید منتشر کردیم مطلع بشید. به امید یادگیری هرچه بهتر شما دوستان.